کانیچیوا مینا و تاشینو ناما و هینا دست. امروز قراره بریم به شهر اشباح ببینیم چه خبره. این انیمیشن از انیمیشن های استودیو جیبلی هست که در سال 2001 ساخته شد. اولین باری که این انیمیشن رو دیدم فکرشم نمی کردم این همه داستان پشت این انیمه باشه. اول از همه بهتون یه خلاصه بگم که واسه هممون یادآوری بشه. این انیمیشن در مورد یه دختر بچه به نام چیروست که به خاطر کار پدرش مجبور میشن نقل مکان بکنن. در راه خودشون رو گم میکنن. و میرسن به یک تونه. از اینجاست که داستان شروع میشه. یادا، واتاسی ایکانای اون مادر میگفت از اینجا بریم. یکم که میرن بوی غذا میفهمن و داخل شهر میشن. مامان بابای چیرو میرن که غذا بخورن. چیرو میگه که بیان بریم، ولی مامان باباش به حرفای اون گوش نمیداد. بابای چیرو بهش گفت الان که غذا هست بخوریم. صاحبش برگشت پولشو بهش میدم. هم کارت اعتباری دارم هم پول دارم. مامانش میگفت بیا از این غذاها بخور، ولی چهیرو میترسید دراشون دردسر بشه. ولی مامان باباش از این حرفا بیخیال‌تر بودن. 大丈夫。お父さんがついてるんだから。カードも財布も持ってるし。چیرو میره که یه گشتی بزنه. رسید به پل قرمز. پسری رو دید که بهش گفت زودتر از اینجا برو تا خورشید غروب نکرده. ここへ来てはいけない。すぐ戻れ。その前に早く戻れ. چیرو برمیگرده پیش خانواده‌اش. صدا میکنه و میفهمه مامان باباش خوک شدن. از اونجا فرار میکنه و خیلی روحای زیادی میبینه. خلاصه که به پایین رودخونه میرسه. پسر دوباره میاد، دستشو میگیره و قایمش میکنه. میگه همتون طلسم شدی. این طلسمو نشکنی از اینجا نمیتونی بری. この世界で生き延びるためにはそうするしかないんだ。ご両親を助けるためにも。میخوان در مورد نماد باهاتون صحبت کنم. نماد خوک. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم دچار مشکل اقتصادی میشه. از سنت خودش جدا میشه. یک سری از ژاپنیا میان ثروت رو به دست میگیرن. به این میگن کپیتالیسم. مامان و باباش نماد کسانی هستند که درگیر این حرص و بلغ شدن. همین باعث شد که تبدیل به خوک شد. تو این صحنه ها کامل اون حس و بلایی که ازش حرف زدیمون میشه دید. چیرو توی شهر خیلی روحای نفس میبینه و خیلی میترسه. روح سیاه بدون چهره تو انیمیشن هست. نماد کپیتالیسم هست. بی چهره نزدیک طبیعت انسانه. میتونه نشان دهنده ضعف انسانم باشه. همه جا ظاهر میشه و اونا رو به خودش جلب میکنه که ازشون استفاده بکنه. اون از طمع افراد استفاده میکنه و اونا رو جذب میکنه و در نهایت نابودشون میکنه. همطوری که میریم جلو چیرو مجبور میشه کار کنه. جایی که روی درش نمیشه یو به معنای آب گرم، یعنی خانه آب گرم. همه دارن تلاش میکنن تا حمامش گرم بمانه. قدیم ها حمام های ژاپن بهشون میگفتن سنتو. توی سنتو خدمات میدادن. دخترایی که به پول نیاز داشتن آنجا کار میکردن. جای خیلی غمگینی. حتی هاکو به چیرو میگه که باید حتما اینجا کار کنی، اگر نه زنده نمیمونی. تو این انیمه هر کی آنجا میره هویت خودشونو گم میکردن.
یعنی خودشونو یادشون میره. تغییر اسمشون یه چیز معمولی بود. میازاکی با این صحنه‌ها میخواست به این سنت اشتباه اعتراف کنه. یک جا توی انیمه چیرو سعی میکنه رودخونه رو تمیز کنه. همطور که میبینید کل آشغال توی جهان را داره پاک میکنه. روح رودخونه نماد آسیبیه که آدم ها به کره زمین میکنن. چیرو با کمک کردن اون تقاضا چیزی رو پس میده که توش تقصیری نداشته. این نشان دهنده کاریه که ما با نسل آیندمون میکنیم. توی قسمتی از انیمه یه سازه چوبی میبینی که از روی معبدهای واقعی ساخته شده. 2 ستون عمودی، یکی ستون عموق، 2 ستون عمودی، یکی افقی. بهشون توری گفته میشه. توریا مربوط به آینه شینتویی هست. آینه شینتو مال ژاپنه. این بناها بین دنیای زمینی و دنیای مقدس ارتباط ایجاد میکند. شینتو یعنی راه خدایان. این یک آیین باستانی ژاپنی هست. اونا یک ایزد بانوی خورشید دارن. از سرزمیناشون محافظت میکنه. میگن که پادشاهاشون از نواهای ایزد بانو هستن. اونا میگن که تو این دنیا هیچی وجود نداره. خود به خود یه خدا به وجود میاد. که 100 خدا بود که با هم دعوا میکردن. تو ژاپن به خداها میگفتن کامی ها با یک نظر سرزمین های جدید رو ساختن. 8 جزیره به وجود اومد که همون جزیره های ژاپن هست. تو این آیین عقیده دارن که اینایی که میخوان بمیرن آدم های خوبی باشن تبدیل میشن به کام. برای اون خاطر باسهشون زیارتگاه میسازن، زیارتگاه خودگی. اما یه عقیده دیگه وجود داره که اونو به این انیمه مربوط میکنه. اونا میگن مرده ها به دنیای زیرین میرن. این دنیا به وسیله یک رود از جهان زنده ها که اون بالا قرار گرفته جدا میشه. اسم هاکو از یکی از خداهای باستانی که خدای رود بوده ورداشته شده. اسم اون خدا کوآکو بوده. 私小さい時川に落ちたことがあるの。その川はね、コハク川。あなたの本当の名はコハク川。すごい名前。神様みたい。شاید به خاطر همون بوده که هاکو از اونجا نمیتونسته بیاد بیرون، چون که اون کامی نگهدارنده رود بوده، چون که تعادل دنیای زنده ها و مرده ها به هم میخوره. پس اگر این تئوری درست باشه، شهر اشباح شهر همون مرده هاست که همه چیز رو فراموش کردن. تبدیل شدن به چیزی که توی زندگیشون بهشون طمع داشتن یا دوچارش بودن. پس چیرو وقتی که این طلسم رو شکست داد تونسته مامان باباشون نجات بده. شاید اونا راهشون رو گم نکرده بودن، تصادف کرده بودن و چیرو تونسته روح مامان باباش رو بهشون برگردونه. همطور ما آخر داستان میبینیم که چیرو با قطار از روی رودخونه رد میشه، انگاری که چیرو داره به ذات خودش برمیگرده. قطار نماد تغییر و آب نماد پاکیه. اینجاست که روح سیاه ازش جدا میشه. این انیمه به دنیای بچه ها خیلی ربط نداره. همین شده که بزرگترها از این انیمه خوششون اومده. اگه من چیزی رو نگفتم تو کامنت ها بهم بگید. مرسی که شما با من توی این ویدیو همراه بودید. مرسی که با من توی این ویدیو همراه بودید. لایک یادتون نره.